سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزانی که من رو همراهی میکنند. من محمد امین شکری هستم و قراره تو این پست در مورد رمزهای موفقیت سازندگان برتر صحبت کنیم. خوشحال میشم پیجم رو فالو کنید یا اگر از یوتیوب با من همراه هستید سابسکرایب کنید تا بتونید محتواهای جدید و برنامه‌های آموزشی رو ببینید. حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و همه نکات مهم رو یادداشت کنید. استفاده از ساختار شکست و برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت و کنترل پروژه یکی از اساسی‌ترین رمزهای موفقیت سازندگان برتره. شما میتونید با استفاده از نرم افزار MSP که مخفف عبارت مایکروسافت پروژکت هست، به ساده‌ترین شیوه ممکن زمان اجرا و تکمیل کلیه فعالیت‌های پروژه رو تخمین بزنید و از اجرای و تحویل به موقع پروژه اطمینان حاصل کنید. این نرم افزار به دلیل داشتن قابلیت‌های زیاد و کاربردی، محبوبیت و جایگاه ویژه‌ای میان کاربران دنیا و ایران دارد. دوستانی که پیج من رو فالو دارن یا در یوتیوب سابسکرایب کردن به زودی آموزش 0 تا 100 این نرم افزار رو بهشون یاد میدم. همانطور که یک لباس یا هر وسیله دارای برند ارزش بالاتری نسبت به یک اتومبیل یا وسیله بینام نشان داره، امروزه بنا نهادن یک ساختمان مارکدار یا لوکس هم برتری‌هایی نسبت به یک ملک عادی داره، چرا که برندهای لوکس و صاحب ساختمان‌های مارکدار در صنعت ساختمان زمان رکود اقتصادی مشتریان خودشون رو از دست نمیدن و در هر نقطه از دنیا و همینطور در هر زمانی میتونن ساختمانشون رو به فروش برسونن. سازندگان خوب و کاربلد همیشه یک تیم متعهد از مهندسین معمار، تیم پشتیبانی، طراح دکوراسیون و غیره همراهشونه که میتونن با کیفیت‌ترین ساخت و سازها رو در عین صرفه‌جویی هزینه‌ها به انجام برسونن. همچنین استفاده از مرغوب‌ترین مصالح، تحویل به موقع پروژه‌ها، تعیین حق امتیاز منصفانه، داشتن سرعت بالا در ساخت پروژه در موقعیت مکانی خوب از دیگر ویژگی‌هایی است که میتونه یک سازنده رو مطرح کنه. همینطور داشتن سابقه کار طولانی در زمینه ساخت و ساز، اعطای وام و تسهیلات بانکی به خریداران، ساخت پروژه‌هایی که امکانات نسبتاً بالایی دارند، از فناوری و تکنولوژی‌های مدرن در آنها استفاده شده و ساخت پروژه‌های لوکس، داشتن مهارت در فروش سریع پروژه‌ها از دیگر امتیازات یک سازنده موفق است. درسته که ساخت و ساز یکی از صنایع مهم برای شروع درآمدزاییه، اما اینم باید در نظر داشته باشید که یکی از صنعت‌هایی که بالاترین میزان شکست رو داره همین صنعت ساختمانه. حدود 64% از شرکت‌های سازندگان ساختمان‌های مارکدار یا به دلیل نداشتن تجربه و صبر لازم در کسب و کار یا به دلیل کمبود منابع مالی و یا نبود برنامه‌ریزی مناسب در 6 ساله ابتدایی کار خود ورشکست شدند. پس حتما از تجربیات شرکت‌های بزرگ استفاده کنید و دانش مدیریتی خودتون رو بالا ببرید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم هر جا که هستید موفق و تندرست باشید. خدا نگهدار.